من در دانشگاه درس می خواندم که طالبان قدرت را به دست گرفتند. برای مدت با افزایش محدودیت‌ها در مورد چیزهای مانند نحوه لباس پوشیدن اجازه ادامه کار را داشتیم. من بخشی از تحصیلم را پشت سر گذاشته بودم، اما اکنون به عنوان یک زن اجازه ندارم تحصیلاتم را تمام کنم. در خانه نشستن دلگیر است. گاه تعجب می کنم که چرا خدا ما را نمی بیند. تمام امید ما در حال از بین رفتن است. تنها امید من خواندن کتاب مقدس کلام خداست. دعا می کنم که خداوند به من قدرت بدهد که پایدار بمانم. ما در روزهای سخت زندگی می کنیم. بسیاری از خانواده ها در چند سال گذشته خانه هایشان را ترک کردند، اما همه توان رفتن را ندارند. در زمستان سرد رنج بسیار است. کمبود شغل وجود دارد و فقر مشکل بزرگ است. مردم نمی توانند نیازهای اولیه خانواده خود را تأمین کنند. ترس زیادی وجود دارد و نمی دانیم به چی کسی اعتماد کنیم. خانه و تلفن مردم تلاشی و بازرسی می شود. ما زنان را ایستاده کرده سوال می کنند تا ببینند مردی که ما را امرایی می کند از خانواده نزدیک ما مانند برادر یا پدر ماست یا کس دیگر. من توانستم انجیل را با کسانی که به آنها نزدیک هستم به اشتراک بگذارم و بعضی از آنها برای قبول کردن عیسی مسیح دعا کردند. وقت سعی می کنم بر اساس راههای خدا زندگی کنم، با دیگران مهربان باشم، رقابت نکنم و دیگران را کم نیارم. می بینم که مانند نور عیسی برای اطرافیانم هستم. من وقت دارم تا برای کسانی که عیسی را پذیرفتند در رشد ایمانشان کمک کنم. یک خانم از عشق خود به عیسی و تعالیم او بسیار خوشحال است. او می گوید که در سابق از این که در تاریکی زندگی می کرد همیشه احساس شرم و گناه می کرد. اما از وقتی که به عیسی ایمان آورد و کلام او را خواند احساس کرد که نور وارد زندگیش شده است. او می داند که گناهانش بخشیده شده اند و سرشار از خوشی است. تعداد از خانواده و دوستان ما قبلا از عیسی پیروی می کردند، اما اکنون برخی دیگر نیز به ما پیوستند. من دعا می کنم که بقیه اعضای خانواده ما نور خدا را از طریق ما ببینند. ما خوشحال هستیم که می توانیم مانند یک خانواده عبادت کنیم. من می دانم که بسیاری از مسیحیان افغانستان تنها و منزوی هستند. آنها تنها در خانواده خود هستند، اما از شرکت در گردهمایی هایی که برادران و خواهران افغان در خارج از کشور آن را آنلاین برگزار می کنند لذت می برند. بیشتر اوقات آنها از روی مجبوریت خاموش می مانند. چهره یا نام خود را نشان نمی دهند، اما همچنان می توانند شرکت کنند و از گردهمایی آنلاین لذت ببرند. در سابق ما آنقدر مصروف بودیم که برای خواندن کتاب مقدس وقت پیدا نمی کردیم، اما بعضی از ما زنان متوجه شده ایم که حالا وقت زیادی برای خواندن و تمرکز بر خدا داریم. من چندین بار انجیل را خواندم و دعا می کنم که عیسی هیچ وقت ما را ترک نکند. ای کاش همه این آرامش را از جانب خداوند احساس کنند. تشکر از این که ما را که در افغانستان هستیم به یاد دارید و برای ما دعا می کنید. در حال حاضر شرایط برای ما بخصوص برای زنان بسیار سخت و دشوار است. به طور کلی ترس در جامعه وجود دارد. چنین به نظر می رسد که تغییر وضعیت ناممکن است، اما برای خدا هیچ چیز ناممکن نیست.
لطفاً برای زنان افغانستان دعا کنید. برای ایمانداران دعا کنید که ایمان خود را حفظ کنند، چون هر ایمانداری در ایمان خود رشد نمی کند. دعا کنید که خدا به ما کمک کند و از ما محافظت کند. دعا کنید که خداوند به سرزمین ما نور بیاورد و تاریکی را از بین ببرد.